هلو گایز، سلام. حال دلتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون گلدن کندر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و جیبتون پرپول. اول سلامتی، دوم براتون آرزوی پول میکنم. بریم سراغ بیت کوین، یه ذره با هم گپ بزنیم. یکی دو روزی از تحلیل نذاشتیم راجع بهش، ممکنه باز هم کمتر بشه چون تایم تعطیلاته، ولی خب بریم صحبتی بکنیم. رفقای گل من، راجع به اینجا ما صحبت کردیم، گفتیم که ببین ما از این بیسیک سعودی که اینجا خیلی مهمه تاچ نشد، اوکی، این ارزم به حضور تا اینجا رفت بالا 12 تا کندل، الان نزدیک به 10 تا کندل اومده پایین، قدرت نزول برابر شد با سعود. این خوبه، گفتم باید اینجا زورش گرفته بشه، مثل قدیم که نشونت دادم. این مهمه، اما هنوز روی تایم فریم روز هفتگی ما قدرت نزولمون هست. یک دو تا المان رو در توضیح میدم. من یه لانگی رو اینجا توی تریدینگ گذاشتم، برو ببین، برو تو تریدینگ گلدن کندل اونجا ببین، من راجبش الان صحبت نمیکنم، ولی هنوز معتقدم میتونیم ما 90,000 تا رو تاچ کنیم و بریم پایین اینو تاچ کنیم، قطعا میایم توی ناحیه گیر میکنیم. اینجا ناحیه خیلی قویه. چرا 90,000 تا رو تاچ کنیم؟ چون هنوز این نزول از این صعود بیسیک قوی تره. دوست خوبه من، هفتگیشو با هم ببینیم. کندل هفتگی که داره بسته میشه چه معنی میده؟ هیچ معنی نمیده. حتی اگه سبزم بسته بشه معنی نزول میده. این یعنی نزول، یعنی من رفتم اینجا اوردرای نزول رو فعال کردم، خب بعد دارم میریزم. چطوری اوردر نزول رو فعال کرده؟ ببین یه سری هم اینطوری سل میگیره، یارو طرف میگه حساب من بالای این شادوه. تارگت هم کجاست؟ تارگت یکم مثلا توی این بیسیکه. خب بعد ریسک به دیوار دارم ببرم بالا دیگه، پس یه اسلو ورود میذارم، دیگه حداقل یکو ازش بگیرم. مثلا یه تارگت من اینجاست، ازم میخوام بکشم پایین، اینجا مثلا یکو نیمو ازش بگیرم بالاتر، اوکی، یا میره تو تایم فریم پایین و دنبال کانفرم میگرد. پس همچین سلی پاورجاست، اوکی. پس یعنی سل الان فعلا هنوز قدرتمندتره. این کندل در کنار این پین بار پشت برای من به شخص خیلی مهمه. کار به بقیه ندارم چی میگن ها. شما به زمانی که تحلیل قابلی بشید، من خودم از خودم تعریف نمیکنم، کلا دارم میگم، کلا باید پای تحلیلتون وایسید. یعنی اینو دارم بهت یاد میدم. اصلا به حرف هیچ کس گوش نمیدید. تحلیلگر درست و واقعی اصلا نیازی به نظر بقیه نداره. یه موقع هست یک سوال داری، یک شک داری، میپرسی از یک تحلیلگر دیگری که آقا من این سوالو دارم، نمیدونم، این برای من عجیبه، این اتفاق میفته؟ من میگم آره مثلا، یا نه اتفاق نمیفته. خب راجع به این مسئله حتما فکر کن. نکته مهمی بهت گفتم، کندل ماهانه داره بسته میشه. کندل اصلا مهمی نیست، هیچ اهمیتی، یعنی نه مثلا فاز نزول نمیده، سعوده مثلا توش هیچ نگرانی نداره، یک کندل استراحتیه. ماه بعد میتونه ماه مهمی باشه. آیا ماه بعد باز هم میتونه پین بار باشه؟ رنج دیگه، من چطور رنج به شما گفته بودم آقا ایها الناس بدانید و آگاه باشید، اصلا فاندار بی خیال، فاندار بی خیال. تکنیکال مهمترین نکته تکنیکال همه چی رو به تو میگه. اگر کسی گفت نه دروغ میگه، یا اینکه ضعیف تکنیکالش. من آقا تکنیکالیست صرفم، به شما میگم تکنیکال همه چیز رو میگه. چطوری؟ الان برات توضیح میدم چجوری. زمانی که برو تحلیل دلار و طلا رو من میخوام ضبط کنم، آپدیت بدم، احتمالاً امروز یا فردا میاد، اونجا برات مفصل توضیح میدم چرا تکنیکال حرف اولو میزنه. خب تکنیکال حرف تو طلا میخوام راجعش حرف بزنم، تو دلار هم همین، که بدونی در چه جایی باید منتظر خبر مثبت باشی، در چه جایی منتظر خبر منفی. مثلا الان منتظر این باش ترامپ بیاد حمایت کنه از مارکت. خیلی ساده است، اخبارش خیلی واضحه. چرا؟ تو کفه، الان توی کفه بازار، پس بکنه بره بالا، درسته؟ ولی آیا ما اینجا رو تو تکنیکال نمیبینیم؟ احتمال اینجا رو بیشتر از اینجا نمیدیم؟ چرا دیگه؟ الان پایین رو بیشتر میدیم. نکته بعدی، میخوای الان خرید کنی، وارد مارکت بشی، اگر نخریدی تا الان هیچی، بهت پیشنهاد میدم هیچی نمیدیم، اینجا یه نیم پله بگیر همینجا. اگر خریدی داری تو ضرری، اینجا دنبال اصلاح باش، یعنی بذار بیاد توی باکس پایینی، ببین آلتا تو چه وضعیتی هن. اون موقع یک اصلاح بزن، ریسک کن دیگه. الان وضعیت ریسکه، متوجهی؟ الان حتی من ممکنه 100 بگم که احتمال 99.9% بیت کوین میشه 200,000. ولی اگر نشه چی؟ باید بدترین حالت هم ما در نظر بگیریم. متوجهی؟ تحلیلامون تا اینجا میتونیم بگیم تقریبا همش درست بوده.
گفتیم قیمت ذاتی بیت رو ببینیم، میریم تو استرا قیمت ذاتی بیت 90,000 تاست. از کجا گفتی؟ برو تو تاریخ هاوینگ قیمت بیت 45,000 تا بود، پس 2 برابر میتونه بشه 90,000 تا قیمت ذاتی بیت کوینه. وقتی میرسه به قیمتش دیگه فیک میکنه، زور میزنه. آقا نقدینگی یک پاز میزنه تو قیمت ذاتی بیت کوین. استراحت ما همیشه این داستان رو داشتیم. بریم روی توتال یک بحثی با هم دیگه بکنیم. توتال ببینیم یه وضعیتی از مارکت اوکیه، میرم مثل همون داستان بیت. این رو با الان حالت همبستگی دارم. دامیننس بیت خیلی مهمه در حال حاضر، با راجبش از صحبت کنیم. ببین این پلن من رخ داد، نتونست بکنه. ما 2 تا پلن دیدیم، گفتیم ان شاءالله که اولی باشه ولی احتمال دومی بیشتر. رفتیم تو رنج. بریم سراغ USD. بخش بریم سراغ دامیننس بیت در حال حاضر برای من مهمتر. خروج پول سنگینی نداشتیم، جای نگرانی نداشته باش، صبوری کن. دامیننس بیت فاز نزول میده. در این زمان، در این حالت دامیننس نزولی بیت کوین یک حالت داره، بیت کوین رو برسونه به 85 تا 90,000 تا، 1 2 آلتا رو خونین کنه. اگر این یه حالت اوله. حالت دوم بیت کوین نیاد تا 85 تا 90,000 تا ولی دامیننس بیت بیاد پایین سر جاش وایسه، آلت کوین ها صعودی میشن. آلت سیزن داریم. پس یعنی اگر دیدی این نزولیه ولی بیت کوین تکون قیمتی نمیخوره، پس پول داره در آلت ها ذخیره میشه، وارد میشه. وضعیت نقدشوندگی گفته بودم بچه، حالا یه سری من نمیدونم تو ذهنشون چی بود، بعضی‌ها میگفتن آقا این کف میشکنه، این کف فکر می‌کنم سوینگه، خیلی کف مهمیه، به این راحتی نمیشکنه، اذیت میشه. خب خیلی مهمه، این سقف مهمه، این سقف آزاد بشه ما تا اینجا نقدشوندگی داریم. این موشک پرتاب بشه ایزی، ما تا اینجا نقد خیلی زیاده ها، اصلاح عمیقی تو بازار میده. برای پایینتر نقدینگی داشته باش، یعنی بذار بازار برزه بیاد پایین، بعد برای نقدینگی تمرکز کن. واسه راجع به همه چی صحبت کردیم. آره. من یکی دو تا ارزارم نگاه کنم. این جسمی USDT رو گفتش که یه نگاهی بهش بکنیم. اینجا یه تحلیل درخواستیتون رو بریم یه دیگه دو تا رو هم داشته باشیم که وضعیتتون رو بسنجیم که آیا بیسیکش چجوریه. من نمیدونم، باز یه دقیقه نگاه کنم بعد تصمیم نهایی بگیرم. با من رو این تحلیل دارم، چرا میگی نگاش نکردی؟ من وقتی رو ارزی تحلیل دارم اینو اونو دیدم و کوکوینش هم قدیمی ترین چارتشه. من سمت این ارز نمیرم. من نمیدونم چرا ارزی که کف پایین تر تو عمرش داشته، کف تاریخیش داشته، شما میرید اینو میخرید. من نمیدونم چرا. تکنیکال واسه چی من حرف اولو میزنه؟ ارزی که نزولیه یا اصلا فاز رنج در بهترین حالت تبدیل به رنج میشه این ارز. گاردش سعودی نیست. آره اینجا یه ریز موج سعودی داره. من روی این سرمایه گذاری نمی کنم. اینو میخوایم بگیری فقط فیوچرز اهرم 3 باید بگیری یا 4 یا 5. اصلا نباید اینو سمتش بری. گرفتیم من ربطی ندارم. من هیچ نظری راجع به همچین ارزی نمیدم. پس یعنی بدون ارزی که رفتی چارتشو باز کردی، گاردش نزولی بود، نه منو اذیت کن نه خودتو اذیت کن، اصلا خدای ارز. یادت باشه ICP، من همیشه این ICP رو به عنوان چیز راجبش نظر میدم. الان اونایی که اون روزایی که میگفتن ICP کجان الان؟ ICP بهترین ارز بازاره، بخر 500% سود میکنی. یادمه من ICP چارتشو باز کردم، هیچ وقت یادم نمیره، گفتم بابا این شته رئیس، این شته. ببین چه قشنگ من تحلیلم انجام. این شته ارزی که از روز اول داره کف تاریخی میزنه، اصلا تو بگو تا صبح بهترین خبر بیاد من سمتش نمیرم. ارزی که قیمتی که اومده $229 بوده، الان 14 دلاره. یعنی چی؟ یعنی طرف سال مثلا 2021 اینو خریده، الان در حال حاضر توی کل پولش رفته. شیبا، من نمیدونم چی شما تو این شیب دیدید، شیبا دیدید، آقا به من توضیح بده چی دیدی تو این، یعنی چی کار کرده واسهتون؟ این چه چارت شتیه؟ چارتی که همش رنجه، این چی داره برای شما ها؟ بچه به من بگید واقعا شما در این چی دیدید که من ندیدم؟
آقا من اینو از روز اولی که اومد، زمانی که شروع به کار کرد، گفتم من اصلا هیچ چارتی از این ندارم، اصلا هیچ دیتایی ندارم، هیچ نظری نمیدم. بعد اومد همه سودی که ازت داد تا فیا خالدون ازت گرفت، بعد دوباره ریجکت کرد. چه کار داره میکنه؟ اصلا چه حرکتی انجام داده؟ تو اصلا اینو آقا از سال 2021 داری دیگه، درسته؟ الان میدی چقدر تو ضرری؟ 60% کمه، باید 2 برابر بشه تا تو سر به سر بشی. بابا خودتون رو مسخره نکنید. ارزای به سراغشون گاردش سعودیه. خب من یکی دو تا ارز دیگر هم نگاه میکنم. GMT رو نگاه میکنیم، فکر کنم من اینو تحلیل نکردم. خب من مثال زدم شیبا رو، اصلا بدونید من اصلا حال نمیکنم با شیبا. ببین این چارتش که من دارم ازش میبینم چارت خوبی، یه گارد سعودی داره، ولی باید چند تا صرافی دیگه هم ازش ببینیم. احتمال میدم همون، آره همین، من رو همین اگه تحلیل دارم، این قدیمی ترین چارت ممکن است. خب که یک صعود گنده رو داره، درگیر یک ترنلاین نزولی بوده، آزاد کرده به هر دلیلی. ببین احترام به تکنیکال نمیذاره. ببین چارتی که تکنیکال پذیر نباشه بوی شت کوینی میده. نمیگم ارز بعدیه ها، نه، بو میده. و این گارد پشت سعودیه تو بایننس، خیلی مهمه. اگر از من بپرسی میگم ببین اینجا که اینو آزاد کرد باید برمیگشت، اصلا زیر اینو ما نمیدیدیم، باید گیر میکرد تو این قیمت، اما اومد زیر این قیمت دید. این بده، این خیلی بده، حقیقتا این خیلی بده. حالا کاری ندارم تو این هفته این برداشته مثلا 70%، شما تاپ گینرها رو نرید ببینید بینا. برو اگر این کاری، برو روش لانگ بزن، برو روش مثلا سل بزن. الان اومده مثلا روی بکسی که نزول داره تاییدیه بدین، سلشو بزن، لانگش حالشو ببر. واسه این ارزا واسه سرمایه گذاری سمن. نگاه نکن رو چارت، بر ندار خط کش بنداز بگو 1000%، 1500% میره، اصلا شاید هم بره، من نمیدونم. خب ولی نگاه اول بکن به مومنتوما، به شرایط این ارز، که اصلا این ارز سعودیه. ببین این ارز چه تاریخی اومده توی این صرافی، مارس 22، خب مارس 2022. بعد مثلا تو کوین بیس هم اومده توی مارس 22، نه این آپریله، این فکر کنم بعدشه، فکر کنم دیرتر اومده اگر اشتباه نکنم. تو آپریل اومد نزول، پس یه گارد سعودی پشتش داره. حالا این احتمال زیاد تا کجا بریزه اینجا دیتا نداری، باید بری رو 4 ساعته. ببینم 4 ساعتش به ما دیتا میده، معمولا نمیده، فکر نکنم تایمش بکشه. داده؟ خب مثلا تو ببین ته سنگرش اینجاست، اصلا دیگه این آخر سنگرشه رئیس، ما پایین تر از این سنگر چیزی نداریم. یعنی بهتر کنه نباید اصلا. ببین پایین تر از این اومده، پایین تر سنگر، این بده، نشکونده ولی خب بده. همین جاها باید بکنه بره بالا اگر میخواد و دنبالشی. ببین اینجا که یه بار احترام نذاشته به تکنیکال، این ترن لاینی که شکونده رو پول بک نزده و حرکت نکرده، الان درگیر اینه. میخوای بذار از این فشردگی آزاد کنه، بعد برو سراغش. خب ما راجع به دوج کوین قبلا صحبت کردیم، اتریوم هم راجع بهش صحبت کردم قبلا، برو تو ویدیوهای قبلی ببین. عرضم به حضورت راجع به سون هم با هم ببینیم و دیگه شما رو ما اذیت نکنیم. سون یو اس تی. خب چیه واقعا نه کجا پیدا کنم؟ خیلی برام سوالا. ببین این اینستاگرام بنداز آشغالی، مرجع ترید توی تلگرام ها یا یوتیوبه، این دوتا باید داشت دنبال، بی خصوص تلگرام. یعنی باید به سراغ این چیه، من اصلا نمیدونم، این اصلا چارت نه دیتا نداره، من هیچ نظری راجعش نمیتونم بدم. مثلا برام مهم نیست ارز گاد مود هم باشه، بهترین ارز دنیا هم باشه، چون چارت نداره من سمتش نمیرم والا. خب بچه سوالی داشتید من در خدمت. فعلا